سلام رفقا، حال دلتون چطوره؟ آقا خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال یوتیوب. امروز قراره به شما چند تا راه حل بدم که دیگه از شر این ارور مزخرف راحت بشید. رفقا برای اینکه شما از دست این ارور راحت بشید باید چیکار بکنید؟ چند تا راه حل هست. یکی این که برید اینترنت همراه اول بگیرید و از اون استفاده بکنید. یعنی سیم کارت همراه اول داشته باشید، اینترنتشو فعال کنین و وارد بازی بشین بدون نیاز به برنامه. اما اونایی که با مودم هستن باید چیکار بکنن؟ من خودم با مودم بازی میکنم و اینکه چند وقت بود وارد بازی نمیشدم به دلیل تایم مود، اما وقتی که با این برنامه آشنا شدم دیگه به راحتی وارد بازی میشم. خب اسم این برنامه چیه؟ اسم برنامه رادار گیمه. از کجا باید دانلود بکنیم؟ نکنید دوستان، شما وقتی وارد مارکت میشید سرچ میکنید رادار گیم واسهتون میاره، دانلود میکنید، اما وقتی وارد برنامه میخواید بشین از برنامه میافتین بیرون. پس باید چیکار کنید؟ بچه‌ها من لینک دانلود این برنامه رو داخل کانال تلگرام گذاشتم. لینک کانال تلگرام داخل کامنت و دیسکریپشن هست. میتونید برید قشنگ از اونجا وارد کانال تلگرام من بشین و روی لینک بزنید دانلود و نصبش بکنید. حالا چطوری باید این برنامه استفاده کنیم؟ بسیار راحته. برای اینکه آموزش ببینید در انتهای ویدیو من همراه باشید. خب رفقا، بعد از اینکه برنامه رو دانلود و نصبش کردین شما چیکار میکنید؟ آیکون برنامه هم این شکلیه. چیکار میکنید؟ وارد برنامه میشید. یه سری دسترسی ها شما میخواد، چون من قبلا برنامه رو نصب کردم دسترسی ها رو دادم. شما همه رو مجاز میزنید و وارد این صفحه میشید. این صفحه بازیایی که شما دارید، بازی آنلاین که شما دارید و واسهتون به نمایش میذاره که ما با کال آف دیوتی کار داریم. واردش میشیم و این قسمت روی آلمان 2 میذاریم و سرورها رو واسه هم میاره. بهترین سرورهای تهران هستن که من خودم همیشه با تهران یک وارد بازی میشم. روش کلیک میکنین و لانچ گیم رو میزنید. من بچه‌ها سرعت اینجا رو واسهتون زیاد میکنم تا وارد بازی میشیم تا سرعتتون سر نره. خب رفقا، الان که وارد بازی شدیم چی کار میکنیم؟ میریم وارد قسمت بتل، یک مپ رو انتخاب میکنیم، برای مثال آلکادراس. حالا بتل مولتی فرقی نداره، فقط برای تستش رفتم آلکادراس امتحان کنم. خب وای میسیم تا بازی بیاد بالا و بله همونطور که میبینید بازی بدون تایم مود وارد میشه. اولش هم باگی خوردیم و روزمون با باگ شروع شد. خب همونطور که دیدید وارد بازی شدیم. خب رفقا، امیدوارم از این آموزش لذت کافی و برده باشیم و براتون بسیار مفید باشه. میدونم دیر گذاشتم اما خیلی هنوز این مشکل رو داشتم و گفتم که این همه قدم گذاشتم ما هم روش. فقط ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنین و این ویدیو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.